یکی از مشکلات ما معمارها دانش اندک مردم عادی از حوزه معماری به خصوص مبانی و تاریخ اونه. آیا کاری از دست ما برمیاد؟ سلام، من مهدی محمدی هستم. اینجا گفتار معمار رو میخوایم راجع به پایین بودن سواد عمومی معماری در جامعه حرف بزنیم. با من همراه باشید. قبل از اینکه دانشکده‌های معماری به وجود بیان، معمارها جزوی از مردم بودن و حرف مردم رو میفهمیدن و مردم هم حرف اونا رو. اما از زمانی که اولین دانشکده معماری تأسیس شد، یه فاصله افتاد بین مردم و معمارها. احتمالاً همه معماری خونده های امروز این تجربه رو دارن که در برخورد با مردم عادی احساس میکنن که فاصله قابل توجهی از جنس دانش، سلیقه و اطلاعات معماری بین خودشون و مردم وجود داره. این فاصله باعث میشه که نه معمارها حرف و خواسته مردم رو به درستی بفهمن و نه مردم حرف و نظر معمارها رو متوجه بشن. اصل مسئله اینه که بیشتر مردم از بچگی تا آخر عمرشون هیچ اطلاعات درست و حسابی در مورد معماری دریافت نمی‌کنن. نه تو مدرسه و کتاب‌های درسی چیزی راجع به معماری گفته میشه، نه توی صدا و سیما اصلا راجع به معماری حرفی زده میشه و نه اینکه مصداق‌های خوب معماری دور و برمون به وفور پیدا میشه. در واقع مردم عادی در مورد معماری اطلاعات و سواد خیلی کمی دارن. این در صورتیه که معماری یه پیوند اساسی با زندگی داره. یعنی در مورد فیزیک کوانتوم یا شیمی محض صحبت نمی‌کنیم که اگر اطلاعات مردم راجبش کم باشه بگیم خب اشکال نداره. معماری جزو جدا نشدنی زندگی مردم و مردم باید راجع بهش اطلاعات قابل قبولی داشته باشن تا بتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. حالا که وضعیت اینطوریه، چه کاری از دست ما معمارها برمیاد؟ راستش مهمترین کاری که ما معمارها باید بکنیم ارتباط برقرار کردن با مردمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این ذهنیت مردم گریزی و از دماغ فیل افتادگی رو که تو خیلی از دانشکده معماری به دانشجوها القا میشه باید کنار گذاشت. باید حواسمون باشه که مردم آموزش معماری ندیدن و ما معمارها باید وظیفه‌ای رو که به طور طبیعی بر دوش مدرسه و رسانه‌های عمومی از طریق گفتگو، تولید محتوا، نوشتن و مقاله و کتاب به زبان ساده به مرور جبران کنیم. چون ظاهراً هیچ کس غیر از ما معمارها براش مهم نیست که وضعیت معماری مملکت به چه روزی افتاده. همه ما میدونیم که یه سری از معمارها از قصد طوری صحبت میکنن که حتی بقیه معمارها هم به سختی چیزی از حرفشون میفهمن، چه برسه به مردم عادی. البته که بدیهیه بعضی از مفاهیم و بعضی از اندیشه ها اونقدر پیچیده است که راهی جز پیچیدگویی برای بیانشون نیست. اما وقتی یه نفر کلاً طوری صحبت میکنه که هیچ وقت هیچ کس حرفش رو نمیفهمه، معلومه که کار از یه جای دیگه میلنگه. در واقع داستان لباس پادشاست که بقیه به خاطر ترس از متهم شدن به بیسوادی به اون شخص اعتراضی نمی‌کنن و ماجرا همینطور ادامه پیدا میکنه. پس فارغ از مباحث حرفه‌ای و آکادمیک که طبیعتاً جاش توی دانشگاه و سمینارها و کتاب‌ها و مقالات تخصصیه، معماری باید یه وجه همه فهم و مردمی هم داشته باشه که فاصله بین مردم و معمارها رو ترمیم میکنه. معمارها باید تلاش بکنن که به هر طریقی سطح عمومی سواد معماری و سطح سلیقه مردم رو بالا ببرن، چون این اتفاق به نفع همه است. هر چقدر مردم از معماری بیشتر سر در بیارن، اون وقت سطح معماری مملکت رشد میکنه، چون مردم در مقام کارفرما یا استفاده کننده دیگه به این سطح نازل از معماری و شهر راضی نمیشن و دنبال جوابهای بهتری میگردن. در نهایت پیام اصلی این ویدیو اینه که ما معمارها باید از لاک خودمون بیرون بیایم و از هر ابزاری برای آگاه کردن مردم استفاده کنیم. وقتی میگم مردم رو آگاه کنیم، منظورم این نیست که آخرش طوری بشه که مردم بیان جای معمارها رو بگیرن. طبیعتاً هیچ وقت این اتفاق نمیفته. مهم اینه که یادمون باشه اون وقتی که مردم درک بهتری از معماری داشته باشن، جایگاه معمارها و اهمیت کاری که باید انجام بدن توی جامعه تقویت میشه و اون وقت مردم هر کسی که صرفاً نرم افزار نقشه کشی و رندر گرفتن بلد باشه رو معمار به حساب نمیارن. مردم باید کسی رو معمار به حساب بیارن که بتونه مسائل معماریشون رو حل بکنه و سطح زندگیشون رو از طریق معماری بهبود ببخشه. طبیعیه
که در این صورت معمارها هم باید به تکاپو بیفتن، مطالعه کنن، فکر کنن، خود انتقادی کنن تا بتونن توقع مردم آگاه رو برآورده کنن. و شاید به خاطر همینه که بعضیا ترجیح میدن مردم تو ناآگاهی خودشون دست و پا بزنن، چون در غیر این صورت معمارهایی که گنجش رو رنگ میکنن و جای قناری غالب میکنن بازارشون رو از دست میدن. در آخر باید به این نکته اشاره کنم که به لطف شبکه‌های اجتماعی همین حالا هم امکانات لازم برای افزایش آگاهی مردم در همه حوزه‌ها مخصوصا معماری فراهمه. ما نیاز به رسانه‌های معماری بیشتری داریم، رسانه‌هایی که به طور ویژه با تمرکز بر مردم عادی محتوا تولید کنن، طوری که نه به ورطه پوپولیسم و عامه‌گرایی و فنگشویی بیفتن، نه اینکه انقدر حرفای قلم به سلمه بزنن که مردم رو فراری بدن. حتما راه میانه‌ای هست که توی ویدیوی بعدی بیشتر راجع بهش حرف خواهیم زد. شما راجع به این موضوع چطور فکر میکنید؟ مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم.